وقلیل من عبادی الشکور. یک چند سوال دیگر از جانب تماشابینان آمده رسیده است. یکی از آنها درباره جمعی نمازها میپرسند. اگر کس مقیم باشد، یعنی در همون شهر زندگی میکند اما فرصت نمییابد که نمازی عصر را دریافت کند، آیا میتواند نمازی ظهر و عصر را یک جا خواند؟ یعنی شخصی مقیم در نظر داشته شده است. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله. اما بعد، اصلا شخص مسلمان باید هر یک نماز را در وقت خود باید انجام دهد. الله سبحانه و تعالی می فرماید ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز برای مؤمن ها یک فرض موقتی است، یک فرضی است که حد و حدود دارد، سرحد دارد، وقت دارد. و جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم خیلی که در صحیح مسلم ثابت شده است گفتند که صلی الصلاة لوقتها، نماز را در وقتش ادا کن. و در حدیث جبریل آمده است که وقتی که نماز به پیامبر صلی الله علیه و سلم فرض شد، روز اول جبریل آمده در نماز پیشین به پیامبر صلی الله علیه و سلم در اولی وقتش امامتی کرد. بر نماز عصر، شام، خفتن، بامداد و روز دیگر از نماز پیشین شروع در آخری وقت نمازها و پیامبر صلی الله علیه و سلم امامتی کرد. یعنی اگر ساده تر کرده گوییم، نماز بامداد اگر ساعت 4 سحر وقتش می در آمده باشد، روز اول در ساعت 4 سحر آمده امامتی کردند، روز دوم در ساعت 6:20 آمده به پیامبر صلی الله علیه و سلم امامتی کرد. و در آخرین روز گفت که الصلاة بین هذین الوقتین، نماز بین این دو وقت است. اما جمع نماز برای شخص مقیم در مذهب امام ابو حنیفه مطلقا جمع نماز اجازت نیست. اما در مذهب مالک برای شخص مقیم اگر معذور باشد، بیماری داشته باشد یا زنهایی که استحاضه دارند، خونی بردوام دارند، برای آنها جمع کردن دو نماز را، نماز پیشین و عصر و نماز شام و خفتن را اجازت دادند. اما در مذهب شافعی بدون عذر و بدون بیماری و بدون باران، به یگان عذر جمع کردن نماز پیشین و عصر و نماز خفتن و شام اجازت دادند و شرطی که یک مرتبه در عمرش کند. خیلی که در حدیث عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما در صحیح بخاری و مسلم ثابت شده است که عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما گفتند که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم در مدینه نماز پیشین و نماز عصر را و نماز شام و نماز خفتن را جمع کردند. 8 و 7 گفتند، یعنی 8 رکعت و 7 رکعت. 8 رکعت مراد نماز پیشین و نماز عصر است و 7 رکعت مراد 3 رکعت شام و 4 رکعت خفتن را جمع کردند گفتند. و این جمعی که عبدالله ابن عباس از پیامبر صلی الله علیه و سلم نقل کرده است، در حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم یک مرتبه این حادثه روی داده است. و این هم جمهور علما میگویند که در اینجا عذر بود، برای آنکه عبدالله ابن عباس وقتی که پرسیده شد گفت که پیامبر صلی الله علیه و سلم این عمل را انجام دادند تا اینکه امت خویش را به مشقت نگذارند. یعنی در اینجا یک عذر بود. و امام بخاری رحمت الله علیه این حدیث را در باب تأخیر ظهر الی العصر آوردند. باب درباره تأخیر نماز پیشین به عصر، نگفتند که باب درباره جمع نماز پیشین و جمع نماز عصر. در این مسئله به یک چیز اهمیت دهید که ابن عباس رضی الله عنهما گفتند که 8 رکعت و 7 رکعت گفتند. امروز بعضی جوانها 2 رکعتی میخونند، هم جمع میکنند با 2 رکعتی قصر میخونند و آنها مقیم هستند، مسافر نیستند. و حالا که حدیث ابن عباس خیلی که در صحیح بخاری و مسلم ثابت است، میگویند که 8 رکعت و 7 رکعت، یعنی 4 رکعت پیشین فرضش و 4 رکعت عصر.
جمع میکردند. و امام نسائی با سند صحیح از ابن عباس رضی الله عنهما نقل کردند که ابن عباس رضی الله عنهما در روایت نسائی میگوید که پیامبر صلی الله علیه وسلم 4 رکعت نماز پیشین را در آخری وقتش خواندند و 4 رکعت نماز عصر را در اولی وقتش خواندند که این را علما جمع سوری مینامند و جمهور علما حدیث عبدالله ابن عباس را جمع سوری میگویند. معنایش جمعی که در صورت جمع میتواند و الا جمع نیست. پیامبر صلی الله علیه وسلم نماز پیشین را در آخری وقتش خواندند. همین که سلام دادن نماز پیشین به آخر رسید و نماز عصر را در اولی وقتش خواندند. یعنی وقتی که نماز پیشین که برآمد عصر می درآید، در آخری وقتی نماز پیشین خواندند، در اولی نماز عصر خواندند و این در نظر بیننده جمع می نماید. و همین گونه نماز شام را در آخرش خواندند و نماز خفتن را در اولی وقتش خواندند که در نظر بیننده این جمع می تواند. و این عمل را پیامبر صلی الله علیه وسلم در حیاتشان 1 مرتبه اجرا کردند. بنابراین طبق مذهب شافعی اگر کسی که 1 مرتبه اجرا کند گناهگار نمی شود گفتند. و علما رحمت الله علیه میگویند که کسی بدون عذر 2 نماز را جمع کند و حالان که او در شهرش هست مسافر نیست گناهگار می شود. حضرت عمر رضی الله عنه گفتند که جمع کردن بدون عذر گناهی کبیره هست گفتند. بنابراین امام ترمذی رحمت الله علیه اجماع علما را به ترک عمل کردن به این حدیث نقل کردند. یعنی علما رحمت الله علیه به این حدیث ابن عباس عمل نکردند و این را امام ترمذی تا زمان خود همچون اجماع نقل کردند. الله سبحانه و تعالی در سوره احزاب میگوید لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. در حقیقت در پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای شما نمونه زیبا هست. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم 5 وقت نماز را در مسجد همراهی جماعت ادا می‌کردند. هر نماز را در بهترین وقتش همراهی جماعت ادا می‌کردند صلوات الله و سلامه علیه. بنابراین شخص مسلمان باید به نماز خود که اصل دین است و ستون دین مقدس اسلام است اهمیت دهد و هر نماز را باید در وقت خود انجام دهد، مگر در حالتهای عذر و سفر میتواند بعضی نمازها را نماز پیشین و عصر و شام و خفتن را گاه جمع نماید. والله تعالی اعلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. و اگر خود نمیدانید از اهل علم بپرسید. از این آیه چنین قاعده برمی آید که اگر انسان چیزی را از مسائل دینی نفهمد باید از عالمان ثابت قدم در علم بپرسد. تفسیر سعدی.